مخصوصا توی نهر چاباق. مال راسته گوسفند سال 62. سلام دوستان عزیزم، خوش آمدید به کانال خودتون، کانال لایف تایم بود. من در این کانال سعی می کنم که جاذبه های گردشگری شهر زیبای تبریز رو به تصویر بکشم. دوستان رسیدیم به خیابون تربیت، ببینیم و رستورانی که قراره بریم وسط های همین خیابون تربیت. حالا با من بیاین لطفاً. دوستان قراره ببرمتون به یه رستورانی که حدود 45 سال سابقه داره و غذای خیلی با کیفیت به مشتریاش میده. چلو کبابی مورد نظر چلو کبابی تربیته که وسطای خیابون تربیت قرار گرفته که حالا با هم بریم داخل رستورانم ببینیم. دوستان عزیزم الان حدود ساعت 11:30 صبح که من اومدم اینجا دارم فیلم برای شما تهیه میکنم و قراره که حالا فعلا اینجا باشم تا از غذاهای خوشمزه و با کیفیت این رستوران فیلم بگیرم. میدونین که شهر زیبای تبریز جاذبه های گردشگری زیادی داره، جاهای تاریخی، بازارهای سرپوشیده‌ای که داره و طبیعت قشنگی که داره، همه با همه از جاذبه های گردشگری شهر تبریزه. اما یکی دیگه از جاذبه های این شهر قشنگ رستوران های سنتی هستش که در این شهر با غذاهای درجه یک و با کیفیتشون، با غذاهای سنتیشون از مهمان ها، از مسافرها و از توریست ها پذیرایی میکنن. دوستان عزیز، چیزی که وقتی که وارد این رستوران شدم توجه منو جلب کرد، یکی برخورد خوب پرسنل رستوران و دیگه تمیز بودن این رستوران و اینکه از مواد و متریال تازه برای طبخ غذاشون استفاده میکنن. دیدم دست دیگه باقی منه. سلام، خوشحال بسیz Təbrizli restoran Tərbiyyət bazarda. Biz işimiz çilo kebabdır, kobidə, bərk, cücə, balıq, toyuq, küftə də olur. Bəli, به قول اصلی qəza ki, به قول Bəhur və neçə illik bizim yoldaşlarımız işidir. Kobidə və bərcidir. İnşallah bir gün gəldiniz Təbrizə, həttəmən baş verin bizim restorana, Tərbiyyətdə, qəzaxori Tərbiyyətə. İnşallah eləyə bilək ki, sizə yaxşı xədmət verək. Yaşayasınız. Çox təşəkkür. Justice.
مال راسته گوسفنده و ما اصطلاحاً بهش میگیم مغز گوسفندی. بعد این راسته گوسفندی مغزش میره واسه برگ. بعد اون خورده راسته هایی هم که هست اسمش میگن قیمه، اونا هم واسه کوبیده استفاده میشه، ضرب کرده میشه واسه کوبیده استفاده میشه. خورده راسته میگه. اینا رو واسه برگ استفاده میشه. بهترین نوع گوشت واسه چلو برگ. همکارامون از سال 62 بودن. به دیگه هم نداره، فقط تو تربیت یکی دو تا مغازه دیگه هستن. اینجا فقط مغازه‌ای که هست اسمش تربیته، فقط این شعبه است. آدرسش هم بازار سنگفرش تربیت روبروی پاساژ شمس. لپه‌ای است که امروز پخته میشه واسه کوفته‌ای که روزانه آماده میشه واسه سرو. این هم برنجمون هست، برنج ایرانی، تحفه گیلان، یه مربوط ترین نوع برنجه که هر روز اینجا سرو میشه، مال هر روز توی اون روز بعد آماده میشه. این هم سوسیه که واسه مرغ و ارزم به خدمتتون چلو ماهیچه استفاده میشه واسه دمدار کردنش. این هم کباباییه که با همون گوشت گیمه که گفتم چرخ کرده میشه با اونا تهیه میشه، گوشت گوسفندی فقط. گوشت برای چیه این؟ برای کوفته. بله. کوبیده باز دست من الان باور کنید تو اگر چلودن خوش گفتدن böyle yolun balası. Ahmet abi هم معمول سلام سعی. سلام علیکم. خوب هستی؟ چند وقت اینجا مشغول به کار کردیم آقا؟ 17 ساله. همین اینجا مشغول به کار. اینجا سنتیه، غذای سنتی داریم، ماهی، کوفته تبریزی، خورشت، انواع اقسام کوبیده و دست من برنج شما دم میکنین؟ بله بله. دستتون درد زنده نکنه. باشیم. تشریف kerdiyik, bizim xidmətinizdə var. Nə qədər söysəz, xidmətinizdəyik. Koftədən, balıqdan, kovidədən, bərgədən, hicədən, çelomurdan biz bərə sizin xidmətinizdəyik. مرسی. Təşəkkür edirik Qibrat, zəhmət çəkib buyuruq gəlirsiniz. çok teşekkür. Məmnun, sağ olun. دوستان خورشت قرمه سبزیه که هر روز تازه درست میکنن و گوشتش هم جدا پخت میکنن اینم سسش. و اینم سسش هست که با گوشت خاطر. بله با گوشت قاطی میشه و میریزن روی قرمه سبزی مخصوص. اینم تازه. اینم
Ya corações todas tudo. یه غذای بیرون برم دارن که ببینین دیگه سر ظهر که میشه هم که مشتریا و تمام کسایی که تو بازار تربیت و این اطراف هستن میان به رستوران و همین که زنگ میزنن و غذای بیرون بر سفارش میدن. Alo? Ya tutanak sus istəyirsiniz? دقیقا 30 سال مشتری اینجا. من 32 سال müşterisiyim. Hiç yerim kazası bura çıkmaz. Aslında ben her halde gaza yesem, çelo kebabı, terbiyetin kazası, hiç yerde bu keyfiyette gaza yoktur. Məxsusən düyünləri, çabaqları ki, dərəcə yekdir واقعا Təbrizdə. سال 62. داداشم برای خرید اومده بودیم تبریز، اومدیم اینجا غذا خوردیم. برای خرید جاریان همش آوردن اینجا. یعنی بیشتر از 40 سال من مشتری اینجا. زنده باشین انشالله. ممنونم. انشالله که برقرار باشین. Mersi, mutşekkirəm. Şirkətimiz Təbrizə, həttəmən Telo Kebabi Təbrizin qəzaların həttəmən test eləyin. Heç vaxt peşman olmazsınız. دوستان اینم منو و لیست غذاها همراه با قیمتاشه که ببینین. چلو کبابی تربیت، زرش پلو با ماهیچه 650، چلو کباب برگ مخصوص ممتاز 600، برگ معمولی با کوبیده 750. ببینین قیمت رو. چلو ماهی قزلالاشون ببینید 380 زدن. دوستان عزیزم امیدوارم حتما به این رستوران تشریف ببرین. تا ویدئوی بعدی شما رو به خدا میسپارم.